خب тамошобинон азиз ва мо оғоз кардем барномае ки ном дорад ситорагон дар пахта. танҳо дар телевизиони Солом ки назар бо ситорагони беҳтарини вилояти Зуғ инро мо ташкил карда шудем. Ва ин назар ба назди бонувони азизу нафароне ки машҳур ҳастанд, ба назди нафарон менавем ки дар ана ҳамин мошин аллакай пинҳон шуда нишастанд ки ба саволи мо бояд ҷавоб надиҳанд. Ва мо маҷбур мекунем ки ба саволи мо бояд ҷавоб диҳанд. Хайр дӯстон, рафтем. خب دوستان عزیز نفرانی که مخصوصا بار دیگر میگم سلام علیکم برای هر یک شما. این تلویزیون سلام است. برنامه ما نام دارد ستارگان در پخته. خب بیاد میسنجیم. سلام علیکم. اولین بار سخنی که میگم صبح شما بخیر باشه، برای شما سلامتی، زیبایی است، همه چیز بسیاری که برای شما لازم است این زیبایی است. ممکن است با پایان فرامدن کمی هم باشد. هیچ باکی نیست. بردم که خنک نیست، هوا خنک است. خب صبح شما رو بخیر باشد میگم. بار دیگر یک بار دیگر تقریبا 10 بار سلام علیکم گفتیم. خب اناکان سخن شما اویده پخته چینی. پخته چه است این چیز؟ برای چی لازم است؟ میتونید؟ پخته این بایگری طلای سفید. طلای سفید. اگه مصری شعری هست که در وقتی دانشجویی مکتب خون بودن مثلا شما از بر کرده اویده پخته. ممکن است سرود سرایم. میشه سرود. خوب دوستان یک سرود بهتر است همراه ممکن باشه رقص کنیم. رقص کنم این سرود برای همه آن پخته‌چینایی که سهم خود را برای تاجیکستان خود گذاشته ایستادند و ما نیز امروز میگذاریم. دوگانه جان دوگانه جان دوگانه جان دوگانه جان بیا به ما ترانه خوان تو نوری‌حالی باغی ما به بزم ما چراغ ما منزل کار پخته‌زار باغ و بهار پخته‌زار چی خوش نسیمی فارمش چی خوش نمودی خورمش هوای صاف داردان هوای صاف داردان غبار دل براردان به شوق کار میکنیم پخته گردغون کنیم خیرمنی پخته پر شود شادی و توی سر شود. در حقیقت بهتر است. بله دوستان عزیز این نفری که بودن بهترین سرود رو سرودن. در آخر یک کلمه پخته نیست بود. من نیز در خود رو هم یک سروده است که پخته جنب میدونید؟ نه نمیدونید. خب ما شما گفتید که خیرمن ها پر از پخته شدن. مثلا چند کیلوگرم میخواید بچینید امروز سهم خود رو گذارید اویده پخته چین هایی که امروز در کارگاه شدن. من امروز بار اول به پخته چینی رفته ایستادم. حرکت میکنم بسیارتر چیندن. مثلا چند کیلوگرم؟ حرکت میکنم 10 کیلو چینم. 10 کیلوگرم شما چی؟ منم حرکت میکنم که 10 کیلو چینم. 10 کیلوگرم چینید. خب جمع میشه 20 کیلوگرم میشه. برای دو نفر خیلی هم خوب است. خب دوستان عزیز نفرانی که ما رو تماشا کردن در هر گوشه و کنار مملکت بار دیگر میگم سلام علیکم. این تلویزیون و رادیو سلام است. برای شما برنامه که نام دارد ستارگان در پخته رو پیشنهاد کرده شد. خب رفتیم.